چرا همین توی دوران بلوغه. بعد این کلا توی حموم و اطراف حموم و اینا زندگی کنه، مثل سوسک میمونه. یعنی ما هم که میریم حموم اون هست اونجا یه گوشه نشسته. بعد یه روز با قبض آوردنش خیلی عصبانی شد. گفت همین وقت چین بچه نصیحت کن. رفتم در حموم زدم داداش بیا بیرون. گفت نمیام. یعنی چیزی بیرون نصیحت کنم. اومد بیرون نشست روی مبل، واسه غیر مستقیم نصیحتش کنم. گفتم داداش این سیبو میبینی؟ گفت نداش من خیلی وقت این چیزی نمیبینم. گفتم چیکار تو خودت؟ گفت داداش دیدی میگن وقتی یه دختر یه پسر تو اتاق تنها نفر سوم شیطانه. گفتم خب گفت وقتی خودم تو اتاق تنها نفر دوم شیطانه. گفت ببین بعضی وقتا شیطان اصلا چیزی میره. الان مثلا دیگه تو هم برو من کار دارم. بعد من اومدم بیرون. گفت دوران بلوغ خیلی سختی، هوای بچه‌ای شد. رفتار عجیبی دیگه ایرانی‌ها موقعی که پیر میشن. ایرانی‌ها پیر میشن خیلی عجیبه، مثلا پیرمردا خصوصا. مثلا یه چیزی که دارن اینه که لباسشون رو 2 سایز گشادتر میگیرن. الان گشاد میگیری که بزرگ شدی بتونی بپوشی مثلا. بعد شب زود میخوابن که صبح زود بلند شن که هیچ کاری نکنن. مطلق. بعد یه چیزی دیگه اینه که صدا میدن مثلا دید پیرمردا با بزرگان خدا بیامرز اینجوری همش که ما توپ رو فرش. خیلی آدم عجیبی، خیلی زندگی عجیبی داشت. 15 تا بچه داشت. بعد بچه 11 12 اصلا کافی نیست. یعنی رفتن دکتر با مادر بزرگم دکتر گفت میشه دست از تلاش برای بچه‌هاشون بردارید. گفت چرا؟ گفت اینجا مطلب دارن نگاهتون میکنن. بعد دیدین دود از کنده بلند میشه. اینا واقعا کنده بودن. یعنی الان مثلا میخوام بچه‌ها بشن میرن تمام مراحل بچه‌هاشون رو پزشک انجام میدن. به جز مرحله اول. در نهایت بچه به دنیا میارن 400 گرم. ننه بزرگ من 15 شکم زایده هر کدوم 6 کیلو. بعد نگاه می‌کنید مثل شناسنامه‌های اینا 3 تاش تو یه ساله. از نظر علمی اصلا امکان پذیر نیست. یعنی مثلا قابل داشته بچه‌ها به دنیا میآورده گفت ای مبارک دو قلوه. ننه بزرگ گفت نه اون 5 ماه کاملا. اون سر جاش. کاله هنوز نرسید. بعد قابل خیلی آروم دایه اکبر ما بغل دایه اصغرم. بعد الان اینجوری که دو طرف زیاد علاقه بچه‌هاشون ندارن. اون موقع با بزرگم از سر زمین اومد خونه میگفت آقا شما خیلی دست تنها هم سر زمین. بچه 11 اصلا من دست تنها هم. الان اینجوری خانم اصلا تمام بچه‌هاشون مثلا میگه نه من پیشانم خراب میشه همین بچه که کافیه. بچه‌ها میگه بچه نداریم. میگه خب همین کافیه. اون موقع خودش می‌خواست میاد سر زمین خودش خیلی دست تنها. یه فکری باید بکنه. بعد این دود از کنده بلند میشه بچه 15 واقعا با بزرگم دود بلند میشد. آقا این وقت آشغالا رو دادم در رسیدم در آشغالا رو که گذاشتم سرم آوردم بالا دیدم گولاخ جنوبه. بعد گولاخ 2.70 قدش بود 2.80 عرضش بود. قشنگ مربع بود. بعد گردن نداشت اینجوری بود. بعد کچل بود ولی کچل معمولی نبود، یه چیز خاصی کچل بود. کلش گوشه داشت. این دست می‌زدی می‌برید. خیلی وحشتناک بود، زخم عمیق رو صورتش بود. احساس کردم که این زخم جای غم است. چرا احساس کردم چون غمی رو صورتش بود. غم در اون جلو. گفت این چک بعد امشب پاس بشه. گفتم شب پونج بسته است. گفت این چک 4 میلیون تومانی بعد تا صبح نقد بشه. گفتم این چک 2 میلیون تومان. یهو احساساتی شد. زد زیر جلد. گفت همین ببین. همین قسمتی. همین ببین من سواد ندارم. پدر مادر من نداشتم مدرسه. تو اینجوری نشو. تو برو درس بخون. تو این چه شو برای خودت. بعد بغلم شد. گفتم میشه کامera رو بیارم برداری. این چک اصلا مال من نیست، مال داییمه. من پشتش فایل گذاشتم. گفت من تو رو میشناسم. قضیه احساساتی نکن. این چک بعد هفته دیگه نباشه. یه هفته بعد مولد نشو بچه گلی است. گفتم نمیگم. اومد خونه فهمیدم تو همین جریانی این آقای اومد اینجا میگه چک. گفتش که 100 دفعه گفتم هر چی میشه میری پشتش امضا نکن. کی بده گم امضا کنی؟ آخر خودت بدبخت میکنی به باد میری به خدا. چی بود حالا جریان؟ گفتم اون آقای اومد اینجا گفت اون چیزه مورد 2.72 گفتم گفت صورتش جای قبلش گفت با هیچ شوخی نداره. به نظر سعی برو دوباره پول پیدا کن. اینا منطقی داره میگه. صبح رفتم گفتم وام چیزی بگیرم. اومد آدرسش گفتم آدرس بانک گفتم. زدم دوشش برگشت گفتش که داش برای بچه‌م شیر خوش بخری بیام 20 تومن بگیر. اینا قضیه چه باحال شد. من 100 تا 20 تومن بگیرم 2 میلیون جور شده. گفتم برام تو همین کار. رفتم پشت یکی گفتم داش 50 تومن میدم برای زنم دارو بخرم. زنم خیلی مریضه. گفتم زنت کو؟ گفتم اینا این زنم. گفت این خواهر منه. گفتم رفتی داره خواهر زن منه. گفتم دوباره اون میشناسم. گفتم دوباره اون میشناسم. گفتم ببین خواهر داره میگیره. علاش رفت داره خونه. بعد تو اومد. گفتم گم شید دوباره هستم. دیدم این موافقت میزنم رفتم زدم شونه یکی دیگه. گفتم داش 20 تومن میدم برام شهرمون. گفت شهر کجاست؟ گفتم تبریز. گفت اتفاقا من دارم تبریز بشین میرسونم. بعد نشستم رفتم تبریز. رفتم تبریز اونجا شونه هر کی که میزدم بعد نمیگشت. بعد فهمیدم تبریز اصلا گدا نداره. چه شهری چه مردمانی یا شاسی آذربایجان. سری برگشتم تهران. اومدم تهران گفتم چهار روش‌های مختلف گدایی رو امتحان کنم. گفتم برم تو کار اینا که ادای منگلا رو در میارم 15 گفتم کار اونا. اومدم یه دستم انداختم زیر یه پام اینجوری آوردم سرم رد کردم. بعد به شما توصیه می‌کنم که این کارو هرگز توی خونه انجام ندید. چون من این کارو توی خونه انجام دادم بعد دیگه نتونستم خونه بیام بیرون گیر کردم. اینم چون خانم بهرام گفت عکس نداری خانم بهرام عکس. نفسم گرفت آب بخور. گفتم گدایی من نمیخوره. من بعد اون بازو بخورم. رفتم کابل برق دوزم. حتی رفتم بالا پلیس اومد گفت چه غلطی می‌کنی؟ گفتم توپم افتاده. گفت این چی دسته؟ گفتم توپم لایه کنم. گفتم شو پایین. اومد پایین گفت کن. حالا چی مصرف کردی؟ گفتم پیاز. گفت دیگه مصرف نکن شو برو. رفتم برایش میشه دایم. گفتم دایی چک مال توئه. میشه یه کمکی من کنی امشب یه کار بکنی؟ گفت نه فوتبال داره. امشب عزت الله رو می‌خواد بیاره تو. گفتم عزت الله توئه گفت برش بیرون نمی‌کنه. گفتم دایی یه کمکی چیزی. گفت این همسایه بغلی خونه‌شون 10 تا مسافر خالیه بریم اونجا دوزی. گفتم دوزی آخه تو چاره نداریم بریم. رفتیم اونجا بعد اومدیم دوزی دیدیم اینا چراغاشون روشن گذاشتن که دوزا نفهمن اینا مسافر هستن. گفتم دایی باش اینجا دیگه نمی‌تونیم بریم دوزی چراغاشون روشن گذاشتن. گفتم این نشد بریم دیگه دوزی.